شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه تیمور ورقی به جای علیم شیرزمانوف رهبر نو انجمن آزاداندیشان تاجیک، یکی از سه سازمان عضو پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف در خود تاجیکستان ممنوع نیروهای اپوزیسیون تاجیک در اروپا انتخاب شد. رهبری این سازمان اپوزیسیونی را تا کنون علیم شیرزمانوف، سیاستمدار مخالف زاده بدخشان، به دوش داشت. در این باره روز 25 آگوست سال 2024 سلیم سلطانزاده عضو شورای انجمن آزاداندیشان به پایگاه خبری بامداد خبر داد. در پاسخ به سوال بامداد درباره سبب از مقام رئیس انجمن رفتن شیرزمانوف، سلطانزاده تفصیلات نداد و تنها گفت که شورای رهبری چنین تصمیم گرفت. خود شیرزمانوف سبب برکناریش را شرح نداده است. سلیم سلطانزاده گفت جلسه نوبتی این گروه اپوزیسیونی روز 24 آگوست دایر شده. در این جلسه علاوه بر انتخاب رهبر نو انجمن همچنین چند مسئله دیگر از جمله انتخاب اعضای نو شورای رهبری و فعالیت‌های انجمن آزاداندیشان تا ماه ینور سال 2025 بررسی شده. 5 فعال تاجیک به عضویت سازمان پذیرفته شدند. بنا به اطلاع سلطانزاده در جلسه اخیر شیرعلی غلامعلیف، پژوهشگر دانشگاه سکوبا یاپونیا، عضو نو شورای رهبری انجمن آزاداندیشان انتخاب شد. شورای انجمن آزاداندیشان تاجیک حالا از 7 نفر عبارت است: تیمور ورقی، علیم شیرزمانوف، سیدیونوس استرافشانی، سلیم سلطانزاده، شیرعلی غلامعلیف، جمشید یاروف و یک عالم تاجیک که حالا نام او را اعلان کرده نمیتوانند. تیمور ورقی رهبر نو انجمن آزاداندیشان تاجیک سال 1962 در دوشنبه به دنیا آمده است. او در سالهای 80 بعد ختم رشته زبان و ادبیات روسی در دانشگاه یک مدت در اکادمی علم‌ها و سپس همچون استاد زبان روسی در دانشگاه دولتی تاجیکستان کار کرده. در پایان سالهای 80 به ژورنالیستیکا رو آورد. او از سال 1989 تا 1992 در نشریه کامسومولسک تاجیکستان و خبرگزاری پست فاکتوم کار کرده. سال 1992 نشریه مستقل تاجیک پریس را تأسیس داد. ورقی در پایان سال 1992 در پی به دوشنبه وارد شدن نیروهای فرانت خلقی تاجیکستان را ترک گفت و سالهای زیاد در مسکو باعث خبرنگار بخش روسی BBC کار کرد. او بعد انجام کارش در BBC به تاجیکستان برگشت و یک مدت در خبرگزاری از پلیوس کار کرد. تیمور ورقی بعداً در تلویزیون اپوزیسیونی صفا تیوی نیز فعالیت کرده. پس از بسته شدن این شبکه سال 2015 به اروپا رفت و سالهای اخیر در فرانسه به سر میبرد. تیمور ورقی همچون عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان بوده رهبری دپارتمنت مطبوعات در این ائتلاف نیروهای اپوزیسیون تاجیک را به عهده دارد.